بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستای گل. امیدوارم که جور و صحتمند باشین. دیگه امروز میخوایم که جوز فلسه جور کنم. یعنی فلسه دیگه در موسم گرمی کستم آیا برای گرمی ها خوبه. میخوایم که جوز زیر جور کنم. این حال کستم آیا منه جوسر اندازنم. من جوسر انداز کردم. یعنی گلاس های شنیه دو دانه آو اندازم، دو آو اندازم منشین دو گلاس، یعنی دو گلاس آو انداختم. باز اینی کسته یعنی امس کوبای ریزه نه فول کتای نه ریزه در میانه فول پر نکدم بور اندازم. باز اینی یک قاشق نمک سیاه اندازم. از قاشقای چاول خوری نه، از کم ریزه است. بس سویش مطابق از خودگان جور کن که نمکش چکس انداز منین، بورش چکس انداز منین، بس اندازه از خودگان جور کنین. نال کستیر جوسر منو باز از بعد نشان میده. اینیر کسته جوسر کدم. اینالیر کسته چان منو. کم کم کستیر چان کنین، جوش بدر کنین. اگر سیل کن اگر چیزا بودک سخت بودک جوش بدر نمشودک بس بلیش کم کم آو انداز کن چرکی زیاد سخت است. نال ما پوریم زیر کسته یعنی مزی والا جوش برونه. اینیر کسته نال چان کدم. یعنی کسته کچریش بدر شد خستگاهش که جوسر شده بود. اینه دوستا اینی شربت تیار شد، یعنی برف انداختم اینجی. واو مزه‌دار معلوم میده. تقریبا 4 گلاس ما جور کردم. 4 گلاس آب انداختم. باز شما سیل کن اگر زیاد تیره بود باز بلیش آب انداز کن، اگر نبود صحیح موتر بخورین. نال مای درون گلاس اندازم. سیل کن دوستا خوب خوش رنگم در خوش مزه ماشاءالله خوبش مزه میده. برای جور کن بخورین. امی تیما کست موسم فلسه است. فلسه دیگه برای گرمی های زیاد خوب است. دیگه دوستای گل جور باشین. دیگه تشکر از توخ کدویشم سابسکرایب شمار کس اگر نو چینل مرسیل منه دیگه سابسکرایب کنه لایک کنه تا دیگه ویدیو هم در شبایه. دیگه شما خداحافظی منم تا ویدیوی آینده. خدا حافظ.